Замаскворецкий шahri Москва روز 1 اکتبر شهروند تاجیکستان رسلان بوبیوف را که در پی نشر عکس ایمیتاسیون علاقه جنسی دهانه در نزد کلیسای وسیل بلاژن در مرکز پایتخت روسیه به تغییر اعتقاد دینداران ایبدار میشد 5000 روبل جریمه بسته به 10 روز حبس مأموری و اخراج از روسیه محکوم کرد. اما این هنوز پایان کار نیست، چون که به ضد بوبیوف بر اساس ماده 148 با اتهام تحقیق احساسات دینی مردم پرونده جنایتی نیز گشوده‌اند و به او باز 1 سال حکم زندان تهدید میکند. اناستاسیا چستووا که نیز در آن فتاسیس اغواءبرانگیز اشتراک کرده بود، همچنین با اتهام سرکشی از اجرای امر قانون کارمندان پلیس بر اساس قسم 1 ماده 19 کودکس قانونشکنی‌های مأموری روسیه به 10 روز حبس مأموری محکوم شد. خود رسلان بوبیوف قبلا در یک ویدیو که مقامات حفظ حقوق پهن کردند برای رفتارش هم برای عکسگیری در نزد کلیسا و هم برای به آن دختر پوشانیدن لباس پلیس عذر پرسید و خواهش کرد که او را به تاجیکستان депортация کنند. Нет. В полицию тебя забирали, привлекали к административной ответственности? Да. За что? За пранки. Чем ты вообще занимаешься? Я работал раньше, сейчас не работаю. Не работаешь? Снимаешь пранки? Да. У тебя много подписчиков в Инстаграме? У меня 100 тысяч подписчиков, но меня заблокировали. Что ты сделал? Я фоткался возле храма, возле храма. Я извиняюсь, искренне извиняюсь. Я никогда больше так не буду делать. И извинялся в форме полиции. Я фоткался, девушка возле меня сидит и с формы полиции. Я искренне извиняюсь. Я больше никогда, клянусь, не буду никогда такие вещи делать. معلوم نیست که این عذرخواهی رسلان بوبیوف در چه شرایط ثبت شده است. او در ثبت‌ها خیلی به هیجان و با صدای ظاهراً ترس‌آلود حرف میزد. رسلان بوبیوف روز 3 سپتامبر در شهر مسکو با اتهام تغییر اعتقاد مردم دیندار بازداشت شد. او روز 29 سپتامبر در صحیفه‌اش در چند شبکه اجتماعی یک سلسله عکس‌هایش با یک دختر قیافه‌اش سلاویانی را که در پس منظرشان کلیسای وسیل بلاژن در میدان سرخ در مرکز مسکو می‌نماید نشر کرد. در بین این عکس‌های در عموم قابل قبول یک عکس بی‌ادبانه هم بود که موج واکنش‌های منفی و دعوت‌ها از مقامات روسیه برای بازداشت و مجازات این بلاگر را به بار آورد. گفته میشد که بلاگر به خاطر 10,000 لایک دست به این فوتوسیاس اغواءبرانگیز زده است. رسانه‌ها می‌نویسند که پلیس را به بالای این پوشانیدن لباس پلیس به تن دختر شریک بلاگر تاجیک باز هم بیشتر به خشم آورده است. بوبیوف در اینستاگرام 101,000 و در تیک تاک 5,000 پیرو داشت. بعد حبس او صحیفه‌هایش در این دو شبکه اجتماعی ناپدید شدند. خود او ضمن بازپرسی گفت صحیفه‌هایش را بعد نشر عکس‌های اخیر مسدود کردند، ولی عکس‌های اغواءبرانگیز همچنان در اینترنت میچرخند، چون که دیگر کاربران آنها را نسخه برداری و بازنشر کردند. رسلان بوبیوف زاده دهه یوگد نوئل درواز بوده. بعد ختم مکتب رقم 6 در زادگاهش به شهر سوچی روسیه و اخیراً از آنجا به مسکو کوچیده حالا در دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف تحصیل میکرده است. او قبلا هم برای یک سلسله ویدیوهای اغواءبرانگیز که آدمان را از پشت آمده میزد نیز دستگیر شده بود.